به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی جذاب و زیبا شروع می‌کنیم. یونانیان و بربرها، نویسنده امیر مهدی بدی هستش و مترجم احمد آرام هست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا مقدمه کوتاه رو در مورد نویسنده کتاب آقای بدی برای شما میخونم و سپس آنچه از این کتاب در اختیار من هستش رو برای شما میخونم و تقدیمتون میکنم. لطفاً با من همراه باشید. امیر مهدی بدی متولد 1294 و 1373 هم از این دنیا رفتن. تاریخ شناس، نویسنده و پژوهشگر ایرانی است. اثر مهم او کتاب یونانیان و بربرها در 15 جلد است که به زبان فرانسوی نوشته شده و به تحریف‌های تاریخ‌نگاران یونانی درباره ایران باستان می‌پردازد. این اثر به باور پیر اوبه، ناشر فرانسوی آن، ضمن درسی که از روش شناسی به ما می‌آموزد، به یاری تاریخ‌نگاران منحصراً یونانی که بیرحمانه و آشکارا آنان را مورد انتقاد قرار می‌دهد، به نحوی موفقیت‌آمیز چیزی را استوار می‌کند که بسیار حفظ کردن و هرگز جرأت افشای آن را نداشتند. ترجمه فارسی این کتاب در سال 1385 برنده جایزه کتاب سال شده است. در مورد نبرد سالامیس و شکست خشایارشاه می‌نویسد که البته منابع یونانی می‌گفتند ما باختیم. در 2 صفحه پایانی جلد 4 اینطور می‌گوید: امروز نیز باز روح خشایارشاه می‌تواند هنوز دلواپس باشد، زیرا اضطرابی که از 25 قرن پیش آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. تا هنگامی که آتن و اسپارت بر سر رهبری یونان با هم کشمکش داشتند، آتنی‌ها به دستاوردهای ادعایی خود می‌بالیدند و از حماقت و بزدلی ادعایی که به دشمنان خیش، به ایرانیان و یونانیان نسبت می‌دادند استفاده می‌کردند تا مدعی شوند که چون آزادی را نجات دادند پس برتری حق آنان است و روزی هم که آتنی‌ها با تسلط بر دریا بر بخش اعظم یونان دست انداختند و چیره شدند، با وقاحت تمام همان حقوق ادعایی، همان دستاوردهای آزادی خواهانه پیشین را دستاویز قرار دادند تا شهرهای دیگر یونان را از هر گونه آزادی محروم کنند. روزی که اسپارتیان امپراتوری آنان را تصرف کردند، باز آتنی‌ها به همان دستاوردهای پیشین خود درباره خدمت به آزادی هلن متوسل شدند تا در مورد بیدادی که گویا بر آنان رفته بود زبان به شکوه بگشایند. روزی هم که اسکندر مقدونی برای فتح بابل و اکباتان و شوش نیاز به تحریک یونانیان داشت تا لقب شاه بزرگ بر خود بگذارد و اسپارت و آتن و بقیه یونان را نیز به زیر یوغ خود کشد، باز همان بوق تبلیغاتی آتن علیه ایرانیان را بر دهان گذاشت تا آنان را به دنبال خود بکشاند. و هنگامی هم که یونان یکی از ایالات امپراتوری روم شد و از یونان سالامیس و از عظمت آتن جز خاطره‌ای باقی نمانده بود و رومیان پس از تاراج آتن و کورینت و دولف و بقیه یونان و به غارت بردن همه ثروت‌های آن، یونانیان را انگل می‌نامیدند. خود را وارث مشروع هلن‌ها اعلام کردند و بنابراین همچنان افسانه‌های تبلیغات کهنه آتنی جان گرفتند و گل کردند. و این جان گرفتن به این دلیل بود که فاتحان جدید به این افسانه‌ها به عنوان دستاویزی برای چپاول آسیا نیاز داشتند و حتی مغلوبان نیز در این افسانه‌ها تسلایی برای بدبختی‌های خود می‌یافتند. از آن پس با آنکه بارها جای غالبان و مغلوبان عوض شده است،
اما همان بهانه قدیمی هنوز زنده است و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. راست آن است که این بهانه یک آرزوی آرمانی بود و بعضی آرزوها و آرمانها جان سخت هستند. در این کتاب از دیدگاهی انتقادی و پرسشگر به تاریخ ایران باستان و علالخصوص روابط و نبردهای دو امپراتوری بزرگ باستان ایران و یونان پرداخته شده است. همچنین پیرامون افسانه‌هایی که در تاریخ در خصوص یونان و تمدن آن ساخته شده است به تحقیق می‌پردازد. البته بدی به هیچ عنوان منکر خدمات گرانبهایی که یونانیان به تمدن و معرفت بشری نمودند نیست، بلکه معتقد است ریشه تمدن یونانی در جایی دیگر و در ارتباط با مردمی است که بر آنها تقدم داشتند و آن مردم اقوام و ملت مشرق زمین، به ویژه ساکنین سواحل نیل و فرات بودند. در این کتاب دلایل و براهین بسیاری در اثبات این ادعا اقامه شده است. هر جلد از این مجموعه به ردپایی در تاریخ می‌پردازد و گاه ردپاهای جعلی را شناسایی می‌کند و به خواننده معرفی می‌کند. نگارنده تصویر غلط یونانیان را در مقابل سایر اقوام شناسایی و بررسی می‌کند و به دنبال آن زندگی و رفتار متکبرانه اسکندر و گزارش‌ها و دیدگاه‌های مورخین یونانی را تجزیه و تحلیل می‌کند. وی همچنین به بررسی روابط دو کشور و دو تمدن درجه یک جهان باستان نیز پرداخته که نشان می‌دهد این دو جهان به ظاهر ناهمگون بدون توجه به تعصبات قومی و نژادی مکمل یکدیگر بودند. اما مورخان ناآگاهانه و گاه مغرضانه حقیقت را نادیده گرفته و تلاش‌هایی برای جعل تاریخ کردند. یک مثال عالی در کتاب‌های یونانیان و بربرها حمله مقدونیه به ایران است. درگیری‌های بین ملت‌ها و قبایل به ویژه در زمان حاکمان مستکبر یا دیکتاتوری سابقه‌ای طولانی دارد. موفقیت تمدن در یونان به ویژه آتن و اسپارت از یک سو و ایران هخامنشی از سوی دیگر منجر به مقابله منفعت اقتصادی، تأثیرات فرهنگی و در نتیجه جنگ و کشمکش بین دو طرف شد. امیر مهدی بدی در یکی از مجلدهای یونان و بربرها با قرار دادن شوش در مقابل آتن، چهره دیگر تاریخ که در واقع چهره اصیل تاریخ ایران است را برجسته می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه برخورد اجتناب ناپذیر دو ابرقدرت زمانه توسط مورخین یونانی توصیف شده است. در این میان تصویر واقعی لشکرکشی خشایارشا به یونان و آثار آن و نیز دروغ‌هایی که هرودوت در این زمینه گفته نیز نشان داده شده است. امیر مهدی بدی در یونانیان و بربرها قسمت‌های برجسته در نزاع ایرانیان و یونانیان را مشخص می‌کند و حقایق را پیش چشم خواننده موشکافی می‌نماید. درباره یونان باستان چه می‌دانیم؟ یونانی که از ابتدای تاریخ تا صدر اسلام روابط و برخوردهای گوناگون با ایران داشته است. گاه جزئی از شاهنشاهی هخامنشی و گاه همسایه و هممرز آن در شمال غربی قلمرو ایران زمین بوده است و مهد فیلسوفان، سیاستمداران و خطیبان شناخته شده است. درباره هرودوت که اروپایی‌ها به غلط و عمدن او را پدر تاریخ کردند و درباره غرض‌ورزی‌های او در نقل تاریخ و مخصوصاً روابط آتن با ایران چه مقدار اطلاع داریم؟ این به اصطلاح پدر تاریخ نه فقط نسبت به ایران کینه می‌ورزیده که حتی در مورد یونانیان غیر آتنی نیز دست به تحریف تاریخ و سرهمبندی جعلیات زده است. چندان که مورخ یونانی دیگری به نام پلوتار در همان عصر باستان کتابی در افشای جعلیات و
تحریفات او با عنوان در خیانت هرودوت تألیف کرده بود. این تحریفات و جعلیات در طی 24 قرن همواره به عنوان تاریخ واقعی رویت شدند و مورد قبول قرار گرفتند تا 30 و چند سال پیش که یک محقق و مورخ ایرانی با مطالعه دقیق کتاب هرودوت و همه کتاب‌های یونانیان پرده از آنها برداشت و با تألیف مجموعه 15 جلدی یونانیان و بربرها روی دیگر تاریخ را نشان داد. ارزش تألیف امیر مهدی بدیعی که در اصل به زبان فرانسوی در این است که او با تسلط کامل بر زبانهای اروپایی و منحصراً تمسک به منابع غربی حقیقت تاریخ را نشان داده است. این مجموعه به وسیله گروهی از مترجمان با سابقه به فارسی درآمده و با دقت وسواس‌آمیز ویرایش شده است. انواع جلدهایی که در این مجلد وجود داره که 15 جلده و من عنوان هر جلد رو برای شما میخونم. جلد اول، خطا در تاریخ، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. یونانیان و بربرها که جلد اول آن با عنوان خطا در تاریخ انتشار می‌یابد، مجموعه‌ای است در زمینه بررسی روابط ایران با یونان از سرآغاز تاریخ تا روزگار اسکندر. در جلد اول که بررسی اشتباهی که در تاریخ رویداد اختصاص یافته است، تصویر نادرست یونانیان نسبت به اقوام دیگر شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است و به دنبال آن زندگی اسکندر و رفتار خودکامانه او و سرانجام گزارش‌ها و آرای مورخان یونانی و پس از آنان تا به امروز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. جلد دوم، دو جهان مکمل یکدیگر، ترجمه عین روح بخشان. امیر مهدی بدیعی مؤلف میهن‌دوست و دانشمند مجموعه یونانیان و بربرها جلد دوم این اثر گرانقدر را با عنوان دو جهان مکمل یکدیگر به بررسی روابط دو کشور و دو تمدن درجه اول دنیای باستان اختصاص داده است و فارغ از تعصبات قومی و نژادی نشان می‌دهد که این دو جهان به ظاهر متفاوت در واقع مکمل همدیگر بودند، اما مورخان ناآگاه یا مغرض ضمن نادیده گرفتن حقایق در جهت تحریف تاریخ گام برداشتند. بدیهی است که همین تحریف‌ها که از قدیم‌ترین روزگار شایع شده بودند، غالباً دو ملت و دو تمدن را رویاروی هم قرار داده به کشمکش و جنگ وامی داشتند که حمله مقدونیان به ایران نمونه کامل آن است. جلد سوم، شوش در برابر آتن، ترجمه قاسم صنعوی. برخورد میان ملت‌ها و اقوام سابقه کهن دارد، علالخصوص هرگاه که سرداری گردنکش یا پادشاهی خودکامه در رأس قدرت بوده است. رونقی شهر دیگری در یونان و مخصوصاً در شهرهای عمده آتن و اسپارت از یک سو و ایران هخامنشی از دیگر سو به برخورد منافع اقتصادی، نفوذ فرهنگی و در نتیجه جنگ و پیکار دو طرف انجامید. در جلد سوم یونانیان و بربرها که برای نشان دادن روی دیگر تاریخ، یعنی چهره واقعی تاریخ ایران با عنوان شوش در برابر آتن نگاشته شده است، چگونگی رویارویی اجتناب ناپذیر دو ابرقدرت آن روزگار از زبان مورخان آن روزگار یونان شرح داده شده است و صورت دقیق لشکرکشی خشایارشا به یونان و عوارض آن و دروغ پردازی های هرودوت در این زمینه ترسیم شده است. جلد چهارم، کتاب اول، ناکامی در سالامیس، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. در جنگ‌هایی که در روزگار هخامنشیان میان ایرانیان و یونانیان روی دادند، دو واقعه بیشتر از وقایع دیگر اهمیت دارند. جنگ‌های دریایی در دو نقطه در منطقه‌ای از دریای اژه که امروزه تنگه بسفور نام دارد
و باریکترین نقطه این تنگه است. این دو نقطه ناکامی در سالامیس و پلاته نام دارند و در جنگ‌هایی که در آنجاها میان نیروهای دریایی ایران و یونان روی داد، به سبب ازدحام کشتی‌های ایرانی، نیروی دریایی ایران از کار باز ایستاد و شکست خورد. مورخان یونانی آن زمان و به تبع آنان مورخان بعد این دو واقعه محلی و دو شکست کوچک را همچون شکست بزرگ و نهایی ایران در رویارویی با یونان قلمداد کردند. مؤلف با بررسی همان منابع یونانی نشان می‌دهد که این دو واقعه کم اهمیت‌تر از آن بودند که بر سیاست دولت هخامنشی، نظم اجتماعی و قلمرو فرهنگی ایران اثری بگذارند. جلد 4، کتاب دوم، افسانه پیروزی، ترجمه مرتضی ساقف‌فر. افسانه پیروزی که کتاب دوم از جلد 4 مجموعه یونانیان و بربرهاست، گزارش کامل حمله خشایارشا به یونان بر اساس منابع یونانی است که بعدها مورد استناد و استفاده مورخان اروپایی واقع شده است و اینان بدون ورود به کنه قضایا و تشخیص خطا از صواب، آنچه را که مورخان غرضمند یونان قدیم درباره روابط ایران با یونان نوشته بودند گرفته با آب و تاب نقل کردند و شکست بزرگ یونانیان را در جنگ با ایران وارونه جلوه داده و از آن افسانه پیروزی خود را ساختند. مؤلف با بهره‌گیری از همان منابع به دقت نشان می‌دهد که چگونه افسانه به تاریخ تبدیل شده است. اسامی مجلدات دیگر به این شرح است: جلد 5، صلح شاه، کتاب اول، ضمن خواندن توسیدید. 7. جلد 5، صلح شاه، کتاب دوم، پیروزی‌های دیپلماتیک شوش پس از جنگ‌های عادی. 8. جلد 5، صلح شاه، کتاب سوم، از صلح کالیاس تا پیمان کالسودوان. 9. جلد 5، صلح شاه، کتاب چهارم، از پیمان کالسودوان تا صلح آنتالیداس. 10. جلد 6، از اسکندر تا مهرداد، کتاب اول، از تهاجم مقدونی تا مرگ اسکندر. 11. جلد 6، از اسکندر تا مهرداد، کتاب دوم، جانشینان. 12. جلد 6، از اسکندر تا مهرداد، کتاب سوم، سلوکوس، وارث فتح‌های اسکندر در ایران. 13. جلد 6، از اسکندر تا مهرداد، کتاب چهارم، رخنه روم در آسیا و نتیجه های آن. 14. جلد 6، از اسکندر تا مهرداد، کتاب پنجم، مهرداد، اوپاتور یا طغیان آسیا. 15. شرح حال نویسنده و فهرست اعلام توصیفی. بعدی در 2 صفحه پایانی جلد 4 می نویسد: امروز نیز باز روح خشایارشا می تواند هنوز دلواپس باشد، زیرا اضطرابی که از 25 قرن پیش آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. تا هنگامی که آتن و اسپارت بر سر رهبری یونان با هم کشمکش داشتند، آتنی‌ها به دستاوردهای ادعایی خود می‌بالیدند و از حماقت و بزدلی ادعایی که به دشمنان خویش، به ایرانیان و یونانیان نسبت می‌دادند استفاده می‌کردند تا مدعی شوند که چون آزادی را نجات دادند پس برتری حق آنان است. و روزی هم که آتنی‌ها با تسلط بر دریا بر بخش اعظم یونان دست انداختند و چیره شدند، با وقاحت تمام همان حقوق ادعایی، همان دستاوردهای آزادیخواهانه پیشین را دستاویز قرار دادند تا شهرهای دیگر یونان را از هر گونه آزادی محروم کنند. روزی که اسپارتیان امپراتوری آنان را تصرف کردند، باز آتنی‌ها به همان دستاوردهای پیشین خود درباره خدمت به آزادی هلن متوسل شدند تا در مورد بیدادی که گویا بر آنان رفته بود زبان به شکوه بگشایند.
روزی هم که اسکندر مقدونی برای فتح بابل و اکباتان و شوش نیاز به تحریک یونانیان داشت تا لقب شاه بزرگ بر خود بگذارد و اسپارت و آتن و بقیه یونان را نیز به زیر یوغ خود کشد، باز همان بوق تبلیغاتی آتن علیه ایرانیان را بر دهان گذاشت تا آنان را به دنبال خود بکشاند. و هنگامی هم که یونان یکی از ایالات امپراتوری روم شد و از یونان، سالامیس و از عظمت آتن جز خاطره‌ای باقی نمانده بود و رومیان پس از تاراج آتن و کوریند و دولف و بقیه یونان و به غارت بردن همه ثروت‌های آنان یونانیان را انگل می‌نامیدند، خود را وارث مشروع هلن‌ها اعلام کردند و بنابراین همچنان افسانه‌های تبلیغات کهنه آتنی جان گرفتند و گل کردند. این جان گرفتن به این دلیل بود که فاتحان جدید به این افسانه‌ها به عنوان دستاویزی برای چپاول آسیا نیاز داشتند و حتی مغلوبان نیز در این افسانه‌ها تسلایی برای بدبختی‌های خود می‌یافتند. از آن پس با آنکه بارها جای غالبان و مغلوبان عوض شده است، اما همان بهانه قدیمی هنوز زنده است و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. راست آن است که این بهانه یک آرزوی آرمانی بود و بعضی آرزوها و آرمانها جان سخت هستند. امیر بدی در 18 دی ماه 1294 در همدان زاده شد. پس از درگذشت پدرش که پزشکی با نام مهدی خان بدیع‌الحکما بود، به یاد پدرش نام مهدی را بر نام خود افزود و به نام امیر مهدی یا امیر مهدی بدی شناخته شد. دوره تحصیل دبستان و دوره اول دبیرستان را میان سالهای 1301 تا 1311 در مدرسه آلیانس همدان گذراند. در همین سال رهسپار فرانسه شد و تا سال 1316 تحصیلات متوسطه را در پاریس تکمیل کرد. سپس در دانشگاه لوزان سوئیس به تحصیل در رشته ریاضیات و فیزیک پرداخت و آنگاه میان سالهای 1319 تا 1320 در مدرسه عالی روم ایتالیا سرگرم تحصیل زبان و ادبیات لاتین شد. از سال 1329 به مدرسه عالی پلی‌تکنیک زوریخ سوئیس وارد شد و تا سال 1326 دوره عالی ریاضیات و فلسفه علوم را با دریافت درجه دکترا در آن رشته گذراند. آن سالها که همزمان با جنگ جهانی دوم بود، به دلیل نرسیدن هزینه تحصیل و زندگی در اروپا به او سخت گذشت. امیر مهدی بدی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در کشور سوئیس اقامت گزید و بعدها خلوت عارفانه ای را در دهکده ایتالیایی زبان آسکونا در شرق سوئیس برگزید. امیر مهدی بدی در شهریور 73 سپتامبر 1994 در سوئیس درگذشت. امیر مهدی بدی کتاب‌هایی به زبان فرانسوی نوشته است، از جمله اندیشه روش در علوم در 7 جلد، توهم گسترش پذیری بیپایان حقیقت در 2 جلد و نیز هگل و مبادی اندیشه معاصر او، آیین و گفتار زرتشت، 5 جلد کتاب یونانیان و بربرها که شامل 15 جلد هستش. امیر مهدی بدی با آشنایی به زبانهای باستانی یونانی و لاتین و زبانهای امروزی فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی به گفته خود دست کم 10 بار تاریخ هرودوت را کلمه به کلمه و سطر به سطر به زبان اصلی و ترجمه اروپایی خوانده و مدت 20 سال اندیشه درباره آنچه هرودوت درباره ایرانیان نوشته سپری کرده است. او افزود بر هرودوت تمام نویسندگان باستانی یونان و روم که نوشته‌هایشان به نحوی با موضوع مورد نظر مربوط می‌شدند و که اسمای خیلی سخت یونانی داره که من فاکتور می‌گیرم استفاده کرده در این کتاب و آثار نویسندگان عصر جدید آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و امریکا را نیز بی‌رحمانه به نقد کشیده است. خب دیگه بیشتر از این کتاب در اختیار من نیست. امیدوارم اگر به تاریخ علاقه‌مندین، مخصوصا تاریخ
یونانیان قدیم و ایرانیان قدیم حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.